ماینکرافت جاذبه داره و این جاذبه روی بلاک‌ها هم اعمال میشن. بلاک‌هایی از جمله گرول‌ها، کانکریت پاودرها، ساسپکسیونزها، سندها و همچنین TNT که داره منفجر میشه. حالا من داخل این ویدیو می‌خوام ببینم سرعت افتادن اینا چقدره. اول از همه ببینم همشون با هم سقوط میکنن یا نه، که TNT از همشون عقب‌تره ولی بقیه‌شون با هم دیگه افتادن. الان باید ببینم که این تایم افتادن بلاک‌های جز TNT چقدره. واسه همین استارت. الان تقریبا میشه تقریبا 5 ثانیه طول کشید که این ستون 101 بلاکه، یک بلاک خودشون روش بودن و میشه تقریبا 20 بلاک بر ثانیه سرعت سقوط این بلاک هستش. الان نوبت TNT رو گذاشتم، تایمو فریز میکنم و روشنش میکنم، میام پایین و خب الان باید آماده شم که تیک آن فریز همزمان با استارت بزنم و سرعت افتادن TNT تقریبا 3 ثانیه بودش که این ستون 51 بلاک بود، یه بلاک خود TNT 50 بلاک، میشه تقریبا 16 بلاک بر ثانیه. خب ما داخل این شورت ویدیو فهمیدیم که سرعت افتادن هر کدوم از این بلاک‌ها چقدره.